فکر کردید چرا به نقطه ضعف یکی میگن پاشنه آشیلشه؟ داستان از این قرار. آشیل یه قهرمان یونانی بوده. وقتی به دنیا میاد، برای اینکه رویینتن بشه، مادرش اونو به رودخونه استیکس میبره. اونو از پاشنه پا میگیره و توی آب رودخونه فرو میبره. آب رودخونه به همه بدن اون میرسه و اونو رویینتن میکنه، جز اون جایی که مادرش گرفته بود، یعنی پاشنش. سالیان میگذره و آشیل در جنگ تروآ شرکت میکنه. اون یک انسان شکست ناپذیر شده بود، همه رو نابود میکرد. اما شاهزاده تروآ پاریس از نقطه ضعف اون، یعنی پاشنش، با خبر بود. برای همین با تیرکمون اون نقطه رو هدف میگیره و در آخر آشیل رو از همون نقطه شکست میده. برای همین اگه خواستید بگید نقطه ضعف یکی کجاشه، میتونید بگید اون پاشنه آشیلشه. اگه دوست داری بازم داستانهای فانتزی بشنوی، یه سر به پیج ما